پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در روایت گفتن که من زنا زنی به، گفتن هر شخصیتی که زنا کرد در اهل او زنا کرده می شود. یک مقاله تاجیکی هم دادی، در کسی را زدی درت میزنن. پیغمبر بزرگوار گفتن که هر انسانی که زنا کرد حتما در اهل او زنا کرده می شود. عزیزای خدا حکایت میکنن، میگن یک جوانی مغرور بود، دارنده بای بچه، ولی اکثر دارنده های ما هستند در راه فحشا و بد. کم دارنده است که یعنی پاکیزه و خدا ترس و به تقوا باشه. یک جوانی دارنده بود، کاری هر روزش فقط همین یعنی دختربازی و زنا کردن بود. عادتی هر روزه دائمی داشت. میگه هر روز اون رفیقا و شخصیت های همراهیش بودن، یعنی دوستاش، اونها را میگو برای من یعنی یک زنی نو یک دختر دیگرگون بیاره، می آوردن. روزه میگه این جوان گفت که بسوی اون دوستایی که یعنی می آوردن براش دخترها را، گفت این دخترهای شهر، یعنی این دخترهای روسی بگن سوریمین دیل من زدن. اینها یعنی لباس ها تا بدر ناکرده در بالات میپرن، یعنی اینها در حال چی میکنن؟ من میخواهم که یک دختر دهاتی، یک دختر قشلاقی قطعی یعنی با او یعنی این کار بده زنا را انجام بدیم. برای من از یگان قشلاق بروه یگان دختر قشلاقی بیاره، تا اینکه با اونها کم ایمان دارند، کم شرم و حیا دارند، با اونها با یعنی این کار دیگرگون است. میگه این رفیقاش رفتن از یعنی کدام دهاتی رفتن آوردن یک دختری را. این شخصیت وقتی آمد در اون حجره که دائما این کار انجام میداد داخل شد، میگه دید یک دختری هست، وجودش میلرزه، در سرش یک رومال کلان محکم کردگی. بعد از آن آمد میگه از قفا در آغوش گرفت این دختره و اون مهربانی کرد. وقتی این جانب تاو داد، وقتی رومالش از سرش بیرون کرد، دید که خواهر خودش است. بعد از اون میگه در حال قفا رفت، قفا گرفت خچه. گفت تو کجا آمده؟ گفت نمیدانم کجا آمده، من در راه میرفتم، دو جوانی به من صحبت کردن، دیلی من نیافتن، برای من پول وعده کردن، گفتن یک رفیق داریم بیا برو با او، تو برو از پول زیاد میدم. من راضی شدم. پیغمبر بزرگوار گفتن کسی که زنا کرد حتما به اهل او زنا کرده میشه. به این خاطر برادران عزیز بزرگوار، از این کارهای بد باید ما و شما خودداری کنیم. پیغمبر بزرگوار گفتن که از زنا و الغنا لا یجتمعان ابدا. دارندگی و زناکاری در یک شخصیت جمع نمیشه. انسان زناگر یعنی قشاق و حیاتش بی برکت و به بدی میگذره. به همین خاطر جوانهای محترم، از شما هم خواهش دارم که از این راههای بد خودداری کنید. حتی سخن تلفنی هم باشه حرام است. اگر گپ زدن بده، فقط انسان در یک حالت اجازت داره. کدام حالت است؟ یک دختر گرفتنی میشوه، به خاطر دیدن وی میتونه که وی برای ببینه، با او صحبت کنه، یعنی خصلتی خود براش بگه که من چنین جوان هستم، چنین فعل دارم، چنین رفتار دارم و صدای او را بشنوه، میتوانه. این که سالش قطعی صحبت کنه، اینش حرام است برادران عزیز. از این خودداری کنید، خیلی گناهی بزرگ است. هر شخصیتی که زنا کردی حتما این عملی بده از اهل خود، از نزدیکات یعنی منتظر باش، انتظاری داشته باش که حتما میبینی. خداوند بزرگوار این جمعیت ما را، جوانهای ما را از این راه بد پروردگارا معنی دور بساز. پروردگار این مسجد ما را زودتر تیزتر آباد بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو مراد و مقصدی داشته باشند، به مراد و مقصد برسان. پروردگار در کسب کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگار مشکلی های دینی و دنیوی ما را آسان بگردان. پروردگار به فرزندای ما را فرزند صالح عطا بفرما. محبوسا و زندانیامون آزادی نصیب بگردان. پروردگار طالب علم هامون علم نافع و مفید نصیب بگردان. زنها و مادرها و خواهرهامون در پرده حیای خودت مستور بگردان. پروردگار بار اله این جمعیت در دلها هر امید و آرزو مراد و مقصد داشته باشند، به مراد و مقصد برسان. برادر در حق پدر و مادرشون دعا پرسیدن، پروردگار این پدر و مادر غریق رحمت شایسته جنت بگردان. خبرهاشون پر نور، روحاشون شاد، جاهاشون جنت بگردان. یک برادر عزیز و یک ایشان بچه دیگر در حق برادرشون ایشان علاءالدین دعا پرسیدن که چند ماه پیش اینجا وفات کردن، ما جنازش خوانده بودیم. پروردگار عزیز ایشان غریق رحمت شایسته جنت بگردان. قبرش پر نور، روحش شاد، جاش جنت بگردان. پروردگار قبرش باغ از باغهای جنت بگردان. پروردگار در برابر این مصیبت برای اهل بیت صبر جمیل ثواب بزرگ نصیب بفرما. پروردگار هر چیزی که رضای خود دست برای ما نصیب بگردان. از قهر غضب ما را در حفظ امان نگه بدار. پروردگار خاتمه ما به خیر بگردان. و